یا واساب گاز چطوری بچه؟ من سام استبالی هستم. امروز بریم با پارت دوم بازی ماینکرافت. بله اومدیم پارت دوم میشم. بریم اینقدر که این گیم ساتیسفاین و زیباست خواستم دوباره بذارم. خلاصه بریم پارت دوم بریم دیگه. بریم حال کنیم، عشق کنیم. آره بریم توش. خب بر بچه تو پارت یک من این بیس جان عنکبوت. تو پارت یک من این خونه رو ساختم، یه خونه زیبا خوشگل کوچک. ولی بعد از پارت یک که بعضی چیزا رکورد نکردم دیگه بود چون تموم شد و یه مقدار آپگرید کردم خودم و آهن پیدا کردم شانسی. بعد سپر و تبر درست کردم و این گربه رو پیدا کردم دیگه. من گربه دارم. بکیرم الان من قبل از هر چیز بریم این عنکبوت پوفیوزو بکشیمش. آره کشتمش. خب بربچ این دفعه هدفمون چیه؟ میشنمون چیه؟ قراره بریم مقداری دایمند پیدا کنیم اگر خداوند بزرگ متعال. همین فکر کردی هدف خاصی دارم؟ فکر کردی میخوایم بریم اند؟ ندادش، هنوز میریم دایمند پیدا کنیم. بله ولی قبل از رفتن من فقط به 4 تا تورچ احتیاج دارم. نپرسین چرا، خودم بهتر. قار پیدا کنیم. دیگه چون که کلنگ آهنی دارم میتونم اون طلا رو بکنم برای خودم کنم. متشکرم. برای بچه کاربرد در رو الان بهتون میخوام نشون بدم. در رو من در مواقع استفاده میکنم که رفتم توی آب دارم غرق میشم. این حبابا رو میبینید؟ ولی میام یه در میذارم میرم بغلش، اکسیژن بهم اضافه میشه و نمیمیرم. خیلی من کنم غار پیدا شد. بریم ببینیم، امیدوار باشیم غار باشه و من آب ندارم. آب هی بابا صبر کن هرم کن. اینجا یه مقدار حساسه. آخ بله غار یافتم. خب ببینیم، امیدوار باشیم که غار خوبی باشه برای ما. و حالا چرا گفتم یه دونه تورچ نیاز دارم؟ چون که این تورچ دستم میگیرم و میرم جلو و زامبی های کثافت هم میان با من گاه نخورم. نه جلو. خب نماردی تو چرا؟ خب اینم از یه قاره. آهن. خب آهن جمع میکنیم برای ساخت آرمور. آهن نیاز داریم. خیلی نزدیک بود واقعا. پشمام دایمنده؟ اینقدر راحت نمیتونیم دایمند. طلا پایینی طلا. دایمند باشه برگم شد. کنگاله بگرا شمشیرم بده. بیاف پایین دیگه. بیاف پایین. افتاد. زغال بکنیم. اوج گنگ هستیم ما. اوج. شت یواش یواش
منم پشیمون میشم از اینکه ترش تو اون یکی دستم باید سپر دستم باشه. ولی خوب یه عالم آهن جمع کرد. برگه ها جالبیش نیست ما الان چجوری قرار بریم خونه. یه روش خیلی سختی قرار بریم. اینا ردستون هم بچه به خاطر اکس بیش دارم میکنم. یعنی ردستون فکر نکنم زیاد تو سروایوال بتونیم استفاده کنیم. البته من زیاد استفاده نمیکنم ولی آقایون فینیکس کلاب و ای جی کینگ خیلی استفاده میکنن برای تزیین و خفن کردن خونشون. اوه شیت مادرفاکر. اوه شیت بیبی. هولی شیت. نمیشه واقعا. من نمیتونم. او سبکو میدم. من واقعا به یک سطل آب نیاز دارم. آخ بیا ببینم. خوشه آروم باش. دعوا کنیم با هم. دعوا کنیم لاشیا. دعوا کنیم. برایش طلام زیاد چیز خوشگلیه ولی چیز با ارزشی نیست. پس اینجا واقعا باید برم بدی نمره خوشه واسه اوخ. بزن. آها دعوا کنین با هم. یکم که رفتیم پایین. چقدر باحال این. چیه این طلایی میشه خورد؟ آیا یه عالمه هست اینجا. باره میشه خورد. چه جای خفنی پیدا کردم. بخوریم. اوه خیلی باحال بودین. واقعا باحال بودین. شاید خیلیاتون فکر کنید من چون که سپر دارم نمیدونم قرار آرمورم هم اوکیشه خیلی دیگه آدم قوی میشم هیچکس نمیتونه بزنه. نه اتفاقا تازه میتونم در برابر این ماب‌های مثل زامبی و اینا از خودم دفاع کنم. فکر نکنید من اصلا لول خاصی نرسیدم که الان برم. تازه برای رفتن به اندم خیلی باید آپگرید کنم. اصلا چیزی نبینین فکر نکنید الکی دارم آهم میکنم چون که دامان پیدا کردن به همین راحتی ها نیست. پس برم بدین نمره خیلی درسته گفتم آهنم دوست دارم زیاد بکنم. من دوست دارم وقتم رو تلف کنم براش. عزیز دلم یه سکونتگاه مانند باید برای خودمون درست کنیم. یه جای خوب دوست دارم درست کنم که خونه درست نمی کنم و دوباره 10 ساعت طول بکشه. یه تخت میذارم یه نه فرنس میذارم بدونم که دیگه ما اینجا هستیم. به نظرم آره اینجا باشه بهتر. بذار قبلش اینو بگایم. خب تخت چجوری درست میشد؟ اینجوری بود. آره خب این از تخت بذاریم اینجا و یه دونه تورچ هم به خاطر خداوند بذاریم اینجا و اینجا نشد و اینجا. و حالا یک فرنس درست کنیم اگه خداوند بخواد. فرنس بله پشم سیاهو بندازیم اینور با اینکه چیز کمیابیه ولی مجبوریم اینجا برمیداریم. حالا اگه چوب داریم چوب که داریم بدونم صندوق و یا همون چست درست میکنیم. عزیزای دلم اینهاش وسایلی که فعلا نیاز نداریم رو میذاریم اینجا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
فعلا هم اینو نیاز داریم تو دستمون میگیریم. جان چی شد رو برت را باشه برو دعوا کن، برو خارج. کوردینات اینجا دقیقا تختم، کوردینات دقیق تختم 605 منفی 15 12 0. اوکی یادم میمونه. برای اینکه نتونستیم آب. ای بابا دوباره اومدی. بابا همش فکر میکنم دایمنده ولی نیست. خارش گای. واقعا چاره ای ندارم جز یه کار حفاری کنم برم پایین. خدا دایموند دیگه نیستش. 2 تا پیدا کردیم دایموند. بکنه هرچی هست بکنی. 3 ردیف میکنم میره. یه فضای بازی هم داشته باشیم. باز دوباره دایمه. واو بیبی 5 تا. بنازم واقعا. مثلا همینجوری ادامه میدیم. بریم خونه‌مون. یعنی خونه‌مون که نه، یعنی جایی که درست کردیم با 9 دایموند عزیز. بریم خونه‌مون. یادم نمیاد از کجا بود. دیدم مشعل المپیکمون رو دیدم. یو واتساپ این چیه دیگه؟ Sam's says, hey. بیشرم دایموند هم بذاری. گلو پرت کن بیرون دایموند رو بذاره. مردیم حداقل اینجا باشن. خب let's do this again. آی نفتم. میریم بالا. ریدم که. خب عزیزای دل 20 تا دایموند 29 تا دایموند پیدا کردیم. تقریبا 30 تا حالا از اینکه رون بشه. اینم از این پارت از ماینکرافت که قرار بود دایموندمون رو پیدا کنیم. پیدا کردیم خدا رو شکر. اگه بخوام برگردم سمت خونه و اینا خیلی برامش طول میکشه. بنابراین میذاریم برای پارت بعدی که احتمالا پارت بعدی دیگه من قبل از اینکه شما نگاه کنید رسیدم خونه، اپگریدم کردم، زیبا میریم نترایت. حالا درباره ویدیو دیگه لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. از اینستا هم که دارین نگاه میکنی لایک و فالو و کامنت یادتون نره. همین. دمتون گرم که تا آخر ویدیو اینو نگاه کردید. پس خدا نگهدار.